عملیات مرحله‌ای اپراتیوی از جانب کارمندان شعبه منطقه‌ای مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالتی به فروش برآوردن زهر مار را آشکار ساخت. گمانبرشده‌ها 3 نفر بوده، از آنها 30 عدد آمپول مایع قاتل مصادره شده است. هر یک آمپول 2 گرم گنجایش داشته، در مجموع از دستگیرشده‌ها 60 گرم زهر مار مصادره گردید. کارکردی اپراتیوی موفقانه کارمندان شعبه منطقه‌ای مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حرکت‌های جنایتی گروه 3 نفره را به پرده ساخت که در فروش زهر مار مایعی که می‌تواند باعث مرگ و میر شود دست دارند. اتفاق سگانه شهروندان رحمانوف بابوخان سعیدویچ سال تولدش 1951، حییتوف بای محمد баротович سال تولدش 1960، سفرов سفر наврӯзович سال تولدش 1963 ساکنان شهر و ناحیه‌های کولоб، رودکی و دوشنبه در حیات گروه ترتیبات معاملات قانونی ماده‌های زهرناک را کاملا ویران نموده 30 عدد آمپول مایع قاتل را به معاملات برآوردند. من می‌دونستم که کلوب اکوی باباخان هم استثمار داشت. در 10 سال داشت. بعد سفر التماس کردم که آمریکا دادم. نه، من کار بینا. در داخل هر یک آمپول مصادره شده 2 گرم زهر مار جای داشته. گمانبران مقصد داشتند هر یک آمپول را بر عوض $460 فروشند. مجموعاً 30 آمپول با گنجایش 60 گرم زهر مار مصادره شده است که همچون دلیل شیعی گناه دستگیر شده‌ها را اثبات می‌کند. شریکان جنایت رحمانوف، حییتوف و سفرов به خاطر منفعت شخصی و به دست آوردن مبلغ پولی به جنایت مذکور اقدام کردند. طبق طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 دکبر سال 2003 تحت رقم 576 درباره تاثیر نمودن نامگوی ماده‌های سخت تاثیر و نامگوی ماده‌های زهرناک یعنی زهر مار برای خود ماده‌های زهرناک داخل کرده شده، معاملات آزاد آن در جامعه قطعا منع کرده شده است. گمانبرشدگان برخلاف این طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عمل نموده، ماده زهرناک یعنی زهر مار را به مقدار 60 گرم به معاملات آزاد برآورده بین هم خرید و فروش نمودند. قابل قید است که زهر مار تنها برای آماده‌سازی داروواری در کارخانه‌های فارماسیوتی استفاده می‌شود و توسط اجازتنامه‌های مخصوص فرمه‌های استحصالی حقوق دارند این نمود مایع را صادرات کنند. زهر ماری از جانب گمانبران به معاملات برآورده استحصالی وطنی انیخترش فرمه مارپروری شهر باختری ولایت ختلان است. در ارتباط با این حادثه جنایتی با ماده 206 قسم 2 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. برای چنین کردار موافق سانکسیای ماده مذکور جزا در نمود محروم ساختن از آزادی از 5 تا 7 سال مقرر شده است.